ببینم داداش اینجا چه خبره؟ برنده بلیت بخت آزمایی اینجا در اومده. خبرنگارا دارن اخبارشو. ببینم جدی میگی؟ خب چقدر؟ 15 میلیون. نگاه کن. وای یه نفر از محلمون پولدار شد. دیدی؟ داداش چی شده؟ داداش چی میخوای بگی؟ داداش عددهای شانس چی بودن؟ 4 8 15 16 23 42. چی؟ آره ساکت. داداش خودمون خلاص کردیم از این زندگی. دیگه باید بگی آقا تکین. به تو هم میگیم آقا کامیل. از الان دیگه ما آقاییم. شنیدین چی گفتم؟ داداش بلیت کجاست؟ کدوم بلیت؟ کدوم بلیت؟ مگه دست تو نبود؟ آره دستمه. داداش بگو. داداشت داره گوش میکنه کامیل. بلیت کجاست داداش؟ زود باش بهم بگو. کجا گذاشتیش؟ داداش توی کیف بودم بود. کدوم کیف؟ تو اصلا واسه چی کیف داری؟ تو مگه پول داری که کیف داشته باشی پسر؟ حالا اون کیفه کجاست؟ زود باش بهم بگو کیفه کجاست؟ خیلی دلم برای تنگ شده. نمیتونم رابطه ای از راه دور رو تحمل کنم. منم همینطور. خیلی دلم تنگ شده. یه کاری بکن یامان. دارم میمیرم. یه کاری بکن. این جاکت رو در نمیارم چون بوی تو روش مونده. میخوام همیشه حسش کنم. الان دارم بوی تو رو حس میکنم. آخه این لحظه رو چطور میشه توصیفش کرد؟ نمیشه. اصلا نمیشه هیچ وقت. دیگه دیوونه شدم. چند ساله داره این سریال رو نگاه میکنه. پیر دختر شدی رو این کاناپه با این سریال خاکستر عشق. تازه گریه هم میکنی. واسه چی گریه میکنی؟ خب دارم برای عشق غیر ممکنشون گریه میکنم. اورهان عزیزم داره حسشو منتقل میکنه. اون حس داره مثل یه عاشق نگاه میکنه. ای بابا فقط یه صحنه عاشقانه است با 4 تا بالش. چه حسی چه عشقی؟ مگه عشق اینقدر راحته؟ خب حالا اصلا اول از همه تونه صدای اورهان عزیزم. این صدا داره منو نابود میکنه. بس کن دیگه. این حرفا چیه میزنی؟ پاشو بیا پیازتو خورد کن. منو عصبی نکن. یه کاری کن که به درد بخوری. جرن ببین دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام تمومش کنم. یه چیزی بگو. خودتو نگه ندار. تمرکز کن. نه باید برم. نمیتونم به اشکات نگاه کنم. نمیتونم گریهاتو تحمل کنم. باید برم. خداحافظ. خداحافظ عشقم. جرن دلم برات تنگ شده. جرن خیلی دلم برات تنگ شده. خیلی. چرا رفتی؟ چرا؟ تمام شدم. به جای تو با بالشی که بینمون گذاشتیم میخوام. مگه اون کاپشن چرمی رو پیدا کنم؟ بوی تو رو حس میکنم ولی نمیتونم. این بوی چیه داره میاد؟ انگار یارو کروکودیل خورده. ببینم بوی تو که نیست کامیل. نه داداش باور کن کار من نبود. ولی یکی بدجوری گند زده. لطفاً کرایه هاتون رو آماده کنین. این 5 لیره واسه 2 نفره. پول خورد نداری مگه؟
آقای راننده میشه این در رو باز کنی؟ ما میخوایم پیاده شیم، آخه از دماغمون داره خون میاد با این پیاده بیگرد. چیه بابا؟ کلی راه تا اونجاست داداش. بیخیال بابا، پیاده شو. بیا. خدافظ. بفرما داداش، فکر کردم کار ما بوده. کامیل اون بوی گند و بیخیال شد داداش. واسه مسابقه دیرمون میشه ها. باشه داداش، ولی بهتر همه پولو خرج نکنیم، بریم بلیت بخت آزمایی بخریم. معلومه داداش کامیل، ما تو زندگیمون 2 تا چیز داریم: بلیت بخت آزمایی و مسابقه خراب. پس بجام بریم. بجام زود باش، برو. این چه ترافیکیه بابا؟ خسته شدیم از این همه ترافیک. چیه هی بوق میزنی؟ چی شده؟ مگه همه دارن میرن ما وایستادیم؟ مگه نباید مسافرها رو پیاده کنیم؟ چسبیدی به پشت من هی زر بوق میزنی. بیا اینم بوق، بیا. برو دیگه، داری چی کار میکنی؟ داداش داری چی کار میکنی؟ با اینا درگیر نشو. حرف نزنا، به خاطر تو دیر کردیم از خبر جا موندیم. از راست بریم داداش. من یه میانبر بلدم، از آتش نشانم سریع‌تر میریم. ناراحت شدم داداش. فقط دلم میخواد اون ترفیع رو نگیرم، اون وقت بهت میگم ناراحت یعنی چی. صبر کن میبینی. سلام علیکم. سلام. مهمت کجاست؟ سر نماز صبح نبود؟ مهمت نبود. ای وای خدا. بابا کجا بودی؟ از صبح دارم دنبالت میگردم، بگو دیگه کجایی؟ آخه چرا نمیگی؟ از صبح دنبال عمو مهمتت بودم. بعد فکر کردم شاید زور بیاد مسجد، نیومده بی معرفت. راستش منم ندیدم. به مهمت 500,000 لیر قرض دادم، گفت یه هفته دیگه پس میده. این آدم دروغگویی نیست. چند ماه شده ولی هیچ خبری نیست. دیگه به اون عوضی پول قرض نمیدم. بابا تو رو خدا بیا بریم خونه، خواهش میکنم. نمیام تا وقتی عمو مهمتت بیاد. بابا 15 ساله که عمو مهمت فوت کرده. مهمت مرده؟ آره خیلی وقته. شنیدی؟ مهمت فوت کرده. کدوم مهمت؟ خدا بیامرزد. الهی آمین. بیا بریم بابا، بیا بریم. دستمو نکش. نمیذاری یه نماز بخونم. دارم میام ولی گناهش پای تو. باشه، گناهش قبول میکنم. روز خوبی داشته باشی. ازشون پرسیدم مهمت کجاست، بهم نگفتن مرده. دیر. چطور ممکنه مهمتو بشناسن آخه؟ چرا؟ مگه علی محل نیستن؟ بابا تو هم حرفایی میزنی یا میدونی اینجا اصلا کجاست؟ یاد رفته مثل این که به سلام، چطوری؟ تکین تو نقطه شروع حاضر شد. من اینو یه دقیقه قرض میگیرم، دستت درد نکنه. داداش کامیل علیه دیگه نه؟ باشه بابا، تو زندگی ما هدر دادی کامیل. فقط چون اسمت شبیهشه میخوای رو کامیل علی بازی کنی. برو بازی کن، ولی اگه نبره یه مش میذارم تو صورتت. گرفتی چی میگم؟ داداش حس میکنم این دفعه دیگه میبره. حالا میبینی موقعی که داریم نوشیدنی میخوریم اسخای رو قبول میکنم. باشه بابا، برو بلیطتو بگیر. برو کامیل جون، برو. خدایا. عمو برامون چای بیار لطفاً. ممنون میشم، مرسی. این بلیطو بگیر. با سکه هم بلیط بخت آزمایی میخرم، باشه؟ تکی بگو داداش. ببخشید داداش، همون عدده قبلی دیگه. ببینم دیوونه شدی؟ ما از سال 1995 با همین عددا داریم بازی میکنیم. 4 8 15 بقیه‌شم که میدونی دیگه. 4 8 15 16 23 و 42. خدایا بهمون یه نگاهی بنداز. خوب انتخابی داشتی، امیدوارم که برنده بشی. دمت گرم رفیق. قرمزه. بفرمایید، اینم برای شما. رو کامیل علی بستی دیگه، درسته؟ عالی شد پسر، عالی شد. ببینم اون شماره 14 کامیل علیه؟ ای یوسف مجبورم کردی این همه راه برم، خسته شدم. ولی بابا تو رفتی 4 محله اون طرفتر، به من چه؟ حرف نزن. 4 تا محله رفته اون طرفتر، میندازه تقصیر من که خسته شده. چرا تلویزیونو خاموش کردی؟ سریال ماه آبی نشون میده خدایا. باشه بابا بس کن، بیا ماه آبیو ببین. من میرم پیش زلیخا.
چی شده زلیخا؟ هیچی. خسته شدم. قرار بود 3 ماه پیش ما باشه، 3 ماه پیش داداشت ها، ولی 1 سال پیش ماست. زلیخا اون پدرمه. میخوای چیکار کنم؟ مرد مریض رو بندازم بیرون؟ اون برای منم مثل پدره. از پدر واقعی من بیشتر برام پدری کرده. مگه من میتونم جواب زحمتشو بدم؟ تو نمیفهمی. مشکل من بابا نیست، مشکل من تویی که منفعلی. داداشت همیشه سرت کلاه میذاره. عزیزم آخه چرا سرم کلاه بذاره؟ مگه ندیدی نصف درآمد مینیبوس رو با ما تقسیم کرد؟ کدوم درآمدو میگی یوسف؟ به خدا چند ماه پولی ندیدی. خب گفتش که واسه مینیبوس بدهی داریم. کدوم بدهی؟ مگه اون مینیبوس رو با پول زمین بابات نخرید ها؟ باشه عزیزم، هر چی تو بگی انجام میدم. فقط بهم بگو چیکار کنم. همین الان لب تر کن، هر کاری بگی میکنم. بگو. دقیقاً مشکل تو همینه یوسف. تو نیاز داری که یکی بهت دستور بده. ما اینجا زحمت میکشیم از صبح تا شب که یک قرم پول در بیاریم، ولی یکی پیدا میشه که میاد پول ما رو میدزده. میتونی واسه یه نفر مشکل اینه که همیشه این چیزا برای آدمای درستکار و با وجدانی مثل ما پیش میاد که چشم مال حروم ندارن. آقا من میخوام ولی خدا شاهد و ناظر همه چیزه، نمیتونن از اون پول لذت ببرن. آقا میخوام از اتوبوس پیاده بشم. این پول براشون دردسر بشه. انشالله خرج دوا دکترش میکنه. الو، میخوام از اتوبوس پیاده شم. نمیشنوی مگه؟ باشه داداش، باشه آروم باش. بیا پیاده شو. بگه چطوری این همه راه الان پیاده چرا انقدر حرف میزنی؟ خب پیاده شو برو دیگه. یک کوچولو اومدیم جلو، چی شده مگه؟ گم شو. بیا اینجا ببینم چی گفتی. برگرد بیا اینجا. ای بچه برگرد بیا اینجا ببینم چی گفتی. اگه مردی وایسا، تو که نمیتونستی راه بری، الان داری در بری. بچه ترسو برگرد بیا اینجا اگه مردی. بیا حالیت کنم بچه سوسول. بله چی میگی یوسف؟ بیا خب بیا دیگه پسر. واسه چی زنگ میزنی؟ سرویس ویژه میخوای یه جشن پیشواز برات بگیرم؟ باشه حرف نزن، تو ترافیکم، شب میبینمت. آره بی شرف. بجون پسر برو. تو میتونی. آره برو آفرین پسر خودش. هوا فوق‌العاده خوبه برای این مسابقه. بجون دیگه همه رو رد کن. زیر باش. همه تنگ و تنگ دارن پشت هم دیگه میرن. آره کار عالیه. برو میخوادی رو شرم نسیم داشت. کارش حرف نداره. برو آره تو میتونی پسر. میدونستم اون هم اسم منو پسر. ببینم همه رو بردیم دیگه. آره همشو بردیم. آره دیگه داداش بردش نمیبینی؟ همشو بردیم. تازه ضریبش هم 15 بود. باورت میشه داداش؟ ما 15 برابر بردیم. کارش حرف نداشت داداش. جایزه مال ما شد. کی تو رو سردبیر کرده؟ به هم میگه برو گزارش بلیت بخت آزمایی رو تهیه بکن. فکر کرده به همین راحتیاست. میدونم ناراحتی، ولی ایده بدی نیستا. سردار خفت میکنم، به خدا خفت میکنم. همه اینا به خاطر گندی بود که تو زدی. میخواستم برم برنامه ریاست جمهوری ترفیع بگیرم، منو به خاک سیاه نشوندی. سرنوشت دیگه چیکار کنیم؟ میگم نظرت چیه بریم یه چیزی بخوریم ها؟ نوشیدنی چیزی. اصلا مهمون من، بیا بریم. جدی میگم بیا بریم. فراموش کن همه چیزو. برو بیا بریم. ببینم این دفعه دیگه میخوای چه گندی بزنی به زندگی من. ببینم چرا در باز نمی‌کنید؟ مگه من گوسفندم؟ نه چون خودت وارد شدی. اگه خر بودی نمیتونستی وارد بشی که. خدای من، اینا دیگه دارن منو دیوونه میکنن. دخترم بلند شو جاتو بده و من خستم.
بیا این کاپشن رو بگیر آویزون کن. خیلی خستم، دارم میمیرم. این کاپشن از کجا آوردی؟ از بازار دست دوم فروشی خریدم مریم، خیلی ارزون بود. چطوره؟ خوشت اومد؟ لباس کثیف آوردی تو خونه، ما نمیدونیم این مال کی هستش. این کاپشن شپش رو بردار بنداز بیرون. عزیزم این چه حرفیه؟ تو میدونی این کاپشن مال کیه؟ مال اورهانه که تو سریال نمیدونم چی بود، خاکستر بود، چی بود پوشیده بود. خودت ببین این یه کاپشن معروفه. ای سرت کلاه گذاشتن. کاپشن یه بازیگر رو که نمیشه تو بازار پیدا کرد. به این بگو دهنشو موقع خندیدم ببنده. نندازش رو مبل، بردار بندازش رو رخت آویز. موقع رفتن بیرونم بندازش دور. خیلی خب پاشو شام آماده کن، بابام میخواد بیاد اینجا. قبل از اینکه بیاد ما شاممون خورده باشیم. خدایا چرا؟ دخترم پاشو، تو هم برو به مادرت کمک کن. پاشو. بابا بی تربیت به بابا نگو. تو هم موقع خندیدن اون دهنتو ببند. چشم بابا. داداش یه نوشابه قوطی بزرگ برام بیار، یه مخلفاتم بهش اضافه باشه. ممنون. 23 42 عزیزان بیننده، بلیت بخت آزمایی به این فرد خوششانس رسیده. 15 میلیون برای استانبول. واه ببین چه شانسی، از خوشحالی بال در میاره. اینا دروغه بابا، چطوری میتونی باور کنی جان؟ پول همیشه به دولت میرسه. واقعا؟ آره. چه ربطی داره آخه؟ تو خوب منو میشناسی داداش جهان. من یه چیزی که میبینم و باور میکنم. تو یه خبرنگار با تجربه ای. فقط از این میپرسم چرا مدیرای بانک همیشه جای برنده پول میگیرن؟ این برنده کجاست ها؟ کجاست؟ فقط خدا میدونه. آخه چرا باید توی همچین شرایطی خودشو نشون بده ها؟ یکم فکر کن، مگه احمقه؟ آره داداش حق با توه. جهان یه ایده به ذهنم رسید. میگم ما الان میریم قبل از همه برنده رو پیدا میکنیم. بعدم باهاش مصاحبه میکنیم و گزارش رو تر و تمیز میدیم به مدیر. قسم میخورم بهمون ترفیع میده. حال کردی؟ چرا نگو سردار. مسخره است؟ یعنی نمیشه؟ نه شاید بشه حالا. آها. میگم داداش فکر کنم زندگی بالاخره بهمون خندید. اگه بلیت بخت آزمایی رو ببریم تعجب نمیکنم، ولی پول اون یارو برامون برکت داشت. پولشو حلال در میاره. خب وقتی ما دزدیدیمش پول خودش به طور خودکار حروم شده داداش. حالا بلیت کجاست؟ جاش هم نگران نباش. همشو بردیم. داداش کارو بگی. داداش اون مرده بابا. جدی؟ ولی دمش کرد، خوب خودشو ساخته ها. برو بی خیال، به دردتو نمیخوره داداش. میخوای همینجوری زل بزنی به من؟ ارزششو داره که دوستیمونو خراب بکنی؟ حرف نمیزنی؟ به خاطر خبری که سالا پیش در اومده اورهان جان. تو این همه سال کجا بودی؟ چی بود دیگه؟ چاییه؟ گوش کن، یه پیشنهادی برات دارم که نمیتونی ردش کنی. اصلا برام مهم نیست. این همون بالاییشه که تو سریال بین خودت و جرن میذاشتی؟ اول گوش بده قبل از اینکه رد کنی. میتونی یه چیز منطقی بگی که چرا باید به حرفت گوش بدم ها؟ جرن خفه شو. جرن چی شده؟ شنیدم از دوست پسر کارگردانش جدا شده. مزخرف نگو. بعد از جدایی چی شده؟ از دوست پسر کارگردانش جدا شده. گوش کن، اگه بهت بگم میتونی به روزای خوب گذشته برگردی چی؟ اگه بهت بگم میتونی دوباره معروف بشی چی؟ فکر کن، جرن از دوست پسرش جدا شده. فکر کنم منظورمو گرفتی. آخه چطوری؟ یعنی از غریبه خوشش نمیاد؟ زلیخا به بچه دار شدن فکر نمی کنی؟ زمان مثل اسب داره میگذره آخه. کدوم بچه آبجی؟ ما به زور داریم خودمون رو جمع جور میکنیم. اینو نگو، بچه با روزیش میاد. ببین من دارم به سومیش فکر میکنم. تو این سن؟ مگه پیرم؟ تازه شده 36 سالم. چی میگی؟ نه بابا 36 44. بابا 36 44.
وقتی اومدیم خواستگاری 19 سالت بود. 25 سال گذشته میشه 44. اون وقت به بابایی من میگن خرفت. حتی من سن زنم و یادم نمیمونه ولی بابام یادشه. این فوق‌العاده است. دمت گرم. چیز یادش میره جز این شانس منه. داداش یه چیزی بگم. اشکالی نداره اگه بابا یه مدت پیش تو بمونه تا من یه راهی پیدا کنم، فقط یه مدت کوتاه. والا یوسف نمیشه، ممکن نیست. میدونی زیاد داره واسه دانشگاه آماده میشه، داملا هم داره زور میزنه شاگرد اول بشه، شبانه روز داره درس میخونه. میفهمی اگه بابامو بیاریم همه چیز به هم میریزه. تمرکز تو این دوران خیلی مهمه. وقتی مدرسه تموم شد میارمش، قول میدم، تازه واسه 1 سال. شب بخیر. من میرم. باز کجا داری میری؟ حالا هرچی، نمیخوایم بیشتر اذیتتون کنیم. لطفاً چایتون رو بخورین حداقل. ببین من وانمود میکنم که برنده بلیت بخت آزماییم. تو هم خبرنگار شغالی هستی که این یارو رو پیدا میکنه باشه؟ آره، نقش بازی میکنی. نقش بازی کن. دیوونه شدی؟ اگه برنده واقعی پیدا بشه اون وقت باید چه خاکی تو سرم بریزم؟ به من اعتماد کن. پیداش نمیشه. تازه نمیگی که صاحب بلیت هستی، جوابای سربسته میدی. منم کسی میشم که تو خطره. نگران نباش، این یه فرصت فوق‌العاده است برات. من اگه جات بودم اینو از دست نمیخوای دوباره مثل قدیم با جرن باشیم؟ مثل آدم بشین احمق. این پسر کیه؟ تازه کاره؟ تا حالا ندیدمش. مامان حس میکنم یه چیزای مهمی داره اتفاق میفته. یه هیجان زده شدم. چه اتفاقی ممکنه بین 2 مرد بیفته؟ اگه یه زن خوشگل بود اون وقت ماجرا حسابی عشق و عاشقی میشد. آره. وای حاضرم هر کاری کنم بفهمم دارن چی میگن. هر کاری. هنوز برای این حرفا زوده. دیوونه شدی؟ بی حیا. ببین نزدیک بود یادم بره. بیا این نسخه باباست. ببین من همیشه به فکرتونم، هیچ وقت یادم نمیرید، حواسم همیشه هست. پام برم کرده، اینا تو پام نمیره. بابا اینا کفشای داملاست، این یکی‌ها برای شماست. آها راستی یوسف، تا یادم نرفته اینو بگیر. زناراشو دوستش نداشت، گفتم شاید تو بپوشی. امروز صبح خریدم، هنوز نپوشیدمش. جنسش خیلی خوبه، چرم اصله، یه نگاهی بهش بنداز. کاپشن خوبیه. آره خیلی خوبه. واقعا؟ آره بپوش ببینم بهت میاد. چه بهت میاد، چه شیک شدی پسر. قشنگ واسه خودت درستش کردم. یوسف مثل هنر پیشه ها شدی پسر. این کاپشن عالیه. شوهرتو نگاه کن، خیلی خوش تیپ شده. ببین اینجا یه جیب مخفی هم داره، میتونی خیلی چیزا توش بذاری. باور کن نمیتونم لطفتو جبران کنم داداش. نگران پولش هم نباش، بعدم به هم میدی. بپوش بهت میاد. باشه پس. باشه. بذار دستتو ببوسم بابا. بابا جان بعد از یه سنی واقعا سخت میشه. مراقب خودتون باشی. ببین کی این موقع شب زنگ زده. نمیتونه زنگ بزنه، رد تماس میدم. از این چیزا خوشم میاد. ببینم چی شده داداش. چرا داری گریه میکنی؟ میدونی داداش آخه وقتی زیاد نوشیدنی میخورم حالم بد میشه و گریم میگیره داداش. اینجوری نکن، اون وقت منم نمیتونم جلوی احساساتمو بگیرم. عموم خدا بیامرز همیشه میگفت نوشیدنی آدمو حساس میکنه. همیشه بعد نوشیدنش گریه میکرد داداش. چرا داری گریه میکنی؟ خدا ازت نگذره داداش. چی شده؟
تکی اذیتت کرده؟ کامیل بازم زیاده روی کردی داداش. داداش به خودت داداش برو بشین سر جات. خیلی خوب دیگه. تکی جونم داداش. بیا اینجا ببینم. بیا این دوتا جوونو ببین. یه ذره شاد باشی. آخه بیا دیگه چه جور داداش. جوونی از این کارا میکنه داداش بیخیال شو. بیا دیگه بابا ناراحتمون نکن. آخه زشته ما از این کارا بکنیم جلوی این خانومای متشخص. اشکال نداره یکم نرمش میکنم و بعدش برمیگردم. از دست تو چقدر بلایی. زود برمیگرده. قلبت کنید داشتتون اومد. بیا گرمش کنیم داداش بیا. کفش اضافه هست بنداز بره. زلیخا بیا بابا بیا. زلیخا چرا اینطوری رفتار میکنی؟ وضعیتشون معلومه. داداشم مگه نگفت در مورد مدرسه بچه ها حرف زد دیگه. من عصبانی نیستم اصلا. بابا بیا. نگاه کن پر رو مثل یه مرد بیا رو برون وایسا بگو که بدهی تو بابا داری چی کار میکنی؟ زلیخا وایسا. بابا معلومه داری چی کار میکنی. بیا تو دیگه بیا. اینجا برای من خوبه شما برید تو برید. حداقل این کاپشنو بگیر سرده. آخ بابا خیلی بیرون نمون باشه. زلیخا بابا 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 بازم غیبت زد. آخه این موقع شب کجا رفتی؟ اگه میدونستم که اصلا بهش عرض نمیدادم. اونجا تو جنگ کره نجاتش دادم. کاش اصلا نجاتش نمیدادم. یه بمب اینجوری میخور رو سرش میمرد تمام. یه عوضی کم میشد. منو خیلی عصبانی کرد. آرومم. هرچی پول داشتیم پرید داداش مگه نه؟ هر دوتامون کتک خوردیم بابا. آره کتکم خوردیم. سب کنیم کفشه بپوشم ببینم تو با من چی کار کردی داداش. برو داداش برو تو تخت. بجم داداش برو کنار منم اومدم. دستون از من
یوسف پسرم برو رو تختت بخواب. بابا بذار 5 دقیقه دیگه بخوابم. یه بار به حرف بابات گوش بده، فقط یه بار. ای بابا بی معرفت سردشه ولی بازم نه گوش نمیده. ای روزگار. سرما نخوره. بخواب ای گوش داداش اینو از کجا آوردی ها؟ داداش نکنه داداش بابای خدا بیامرزم اینجا بود. منو نترسون کامیل، من از این چیزا میترسم. منظورت از بابای خدا بیامرزم چیه؟ چرا مزخرف میگی؟ داداش قسم میخورم دیشب خوابیده بودم، یه دست منو هل داد و گفت پسرم پاشو برو رو تختت، ولی خواب بودم، سردم بود. بعد رومو پوشوند و ببین این کاپشن بابامه، باور کن راست میگم، از اون دنیا اومده بود انداخت روم. معجزه است داداش. داداش بوی بابامو میده. آره باور کن یه معجزه است. بس کن بابا، پولو گم کردی بعدش هم کتک خوردیم. از کدوم معجزه حرف میزنی؟ کجای این لعنتی معجزه است آخه؟ داداش جهان از اونجا هم بگیرم کافیه یا نه؟ آره بگیر، جزئیاتو که داریم. خب دیگه نباید معطلشون کنیم، کافیه. بیا بریم. هر کی از اینجا خرید کرده خوش شانس بوده. معجزه، آرزوی معجزه دارم. کاپشنم گم شده، جرنم رفته، زندگیم نابود شده. این بیابرویی رو به خاطر عشقم انجام میدم، به خاطر جرن عزیزم، به خاطر تو انجام میدم. جرن عزیزم. این چه جور لباسی آخه؟ چشه مگه؟ کاپشن بابام خورد. از سرم درد میکنه. ای داداش ببینم اینجا چه خبره؟ برنده بلیت بخت آزمایی اینجا در اومده. خبرنگارا دارن اخبارشو. واقعا؟ خب چقدر؟ 15 میلیون. نگاه کن. وای یه نفر از محلمون پولدار شد. دیدی؟ داداش چی شده؟ داداش چی میخوای بگی؟ داداش عددهای شانس چی بودن؟ 4 8 15 16 23 42. چی؟ آره ساکت. داداش آدم خلاص کردیم از این زندگی. دیگه باید بگی آقا تکین، به تو هم میگیم آقا کامیل. از الان دیگه ما آقاییم. شنیدین چی گفتم؟ داداش بلیت کجاست؟ کدوم بلیت؟ مگه دست تو نبود؟ آره دستمه. داداش بگو. داداشت داره گوش میکنه کامیل. بلیت کجاست داداش؟ زود باش بهم بگو. کجا گذاشتی؟ کیف پولم بود. کدوم کیف؟ تو اصلا واسه چی کیف داری؟ تو مگه پول داری که کیف داشته باشی پسر؟ حالا اون کیفه کجاست؟ زود باش بهم بگو کیفه کجاست؟ یاشار کوک باشی خونش اینجاست؟ 4 8 15 16 23 42. آخه قربونتون برم از گلوی خودم زدم که شما بخورین. تهش باید این سرم میومد. آخه چرا من انقدر بدبختم؟ جوون چه خبرت کافر گذاشتی رو سرت؟ چی شده مگه؟ داداش سلجو
صدای تلویزیون رو زیاد کن. در کنار برنده 15 میلیونی هستیم. آقا اورهان، برنده شدن توی بخت آزمایی چه حسی داره؟ من همیشه این آرزوم بود. این موج هی داداش اونجا رو نگاه کن. چی میگی باز؟ تعجب آوره ولی میدونستم یه روزی میرسم بهش. متشکرم. معلومه راست میگه. یعنی چی راست میگه؟ اون همه چیو گرفته بعد میگی راست میگه؟ بلیت ما رو گرفته بعد میگی راست میگه؟ داری منو از پا میندازی کامیل، داری منو از پا میندازی. خب با این پول میخوای چیکار کنی؟ راستش سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون همونطور که میدونی تو سریال خاکستر عشق نقش یامان رو بازی میکردم. یه کاپشن چرمی بود که یامان میپوشید. در واقع مدت زیادی بود که دنبال این کاپشن میگشتم. طرفدارامون این کاپشن چرمی رو میشناسن. ارزش معنویش هم خیلی واسم زیاده. میتونم هر فداکاری برای هر کدوم از طرفدارام که این کاپشن واسم بیاره انجام بدم. هر نوع پرداختی خیلی هم بابتش ممنون میشم. ای کثافت، میخوای کاپشن منو بگیری؟ باش تا اینو بهت بدم. داداش مامان زود باش بیا اینجا. چی شده؟ زود بگو ببینم. بیا مامان نگاه کن اورهان جونم امروز چقدر خوشحاله. برای این صدام کردی؟ نقش بازی میکنه، کارشو میکنه. تو چقدر ساده ای. مامان جون من میفهمم مگه نقش بود. سالهای ارزشمندم و براش گذاشتم، خوب میشناسمش. دختر برو درو باز کن. تنبل. خوش اومدی عزیزم. سلام. داری چی کار میکنی دختر؟ به تو ربطی نداره آبجی قدریه، اصلا ربطی نداره. اورهان به دردت نمیخوره. دختر اورهان بلیت بخت آزمایی برده، تلویزیون پخشش کرده. تو رو خدا نگین که ندیدی. چی میگی؟ وای مامان شنیدی چی میگه؟ گفتم که یه اتفاق خوب افتاده. وای خدای من مردمو خوب میشناسم و لایق هر چیز خوبی هست. دلم میخواد بدونم 1 میلیارد چه شکلیه. از خونمون اورهان دیده نمیشه، واسه همین اومدم اینجا. بلند شو برو اونور دیگه. داری چی کار میکنی آبجی؟ کجا بودی آخه؟ کلی منتظرت بودم. اینا هم که هیچی نمیگن. مردم از نگرانی. یوسف مثل این دیوونه ها حرف نزن. میگم مسافر داشتم، از دستتون دارم دیوونه میشم. لطفاً بیاید داخل، رئیس پلیس منتظرتونه. گوش کن یوسف، اونجا مثل دیوونه ها حرف نمیزنی. فهمیدی چی گفتم؟ مثل احمقا حرف نزن. باشه را بیافت. قربان این دوتا اومدن. دوستان میخوام بدون حاشیه وارد موضوع بشم. امروز صبح یه جسد توی ساریپر پیدا شده، اما شک دارم که اون پدرتون باشه. قربان راستش رئیس، جناب رئیس پلیس، پدر من میان سال نیست، اون خیلی مسنه. پسر مگه بیرون بهت نگفتم حرف نزن؟ یه دقیقه ساکت باش بذار ببینیم چی میگن. خب جوونی و بی تجربه. تو جیب مقتول هیچ کارت شناسایی وجود نداشت. طبق روال تو این جور شرایط ما آگهی‌های مفقودی رو کنترل میکنیم و چک میکنیم که فرد گمشده‌ای تو این رنج سنی وجود داره یا نه. تنها فرد مفقود تو این رنج سنی پدر شماست. پدر شما باشه، ولی وقتی پدرم گم شد یه کاپشن چرمی و یه پیراهن سفید تنش بود، شلوارش هم راه بود. اینا رو جسد پیدا کردین؟ آخه مگه میشه؟ بله، اون کاملا لخت بود، هیچی تنش نبود. ببینم پدر شما خال، نقص یا جای عمل جراحی رو بدنش نداشت که نشونه باشه؟ چرا داره. 10 سال پیش کلیه چپشو برداشتن، یه دونه رد جراحی هم رو بدنش. بابا یه کلیه‌شو داده. خب کم کم داره روشن میشه. نه هم؟ بله جناب رئیس، حالا دیگه همه چیز معلوم شد. خب میتونید جسد پدرتون رو شناسایی کنید؟ جسد؟ چطور مگه؟ چی شده؟ مقتول شکنجه شده، کتک خورده و کلی جای کبودی روی بدنش داره. چه شکنجه جناب رئیس؟ یه شکنجه‌ای که از مردم شنیده بودیم ولی اجراشو قبلا ندیده بودیم. از پشتش تیکه‌های شیشه پیدا شده. واقعا دردآوره. یعنی چی بابامون رو شیشه نشوندن؟ یعنی میگی بابات به طور تصادفی لختو بدون لباس روی شیشه نشسته؟ نه بابا. شایدم.
ها؟ یه احتماله. آخه از کجا معلوم که اون پدر من باشه؟ ده پسر پدرته. چرا اینقدر منفی نگری؟ ممکنه پدرت باشه. اون پدرت باشه. میریم پزشکی قانونی برای شناسایی. میریم مشخص میشه. بلند شیم بریم. ای خدا دیگه چی بعد سرمون میومد ای خدا. بچه‌ها میریم واسه شناسایی. 8062 داریم میریم پزشکی قانونی برای شناسایی. بلند شو پسر. بلند شو. ببینیم چه خاکی تو سرمون ریختن. عجب نفهمیه ها. خیلی مضطربه. فکر کنم جهان احمق راست گفته. طرفدارام دم درن. کیه؟ ده اون چرا سیاه شده این توش؟ کیه؟ سلام آقای اورهان، درو باز میکنی؟ الان اون ریختتو میریسم به هم بزغاله. تسلیت میگم. چون جسد تو آب مونده متورم شد و یکم تغییر شکل داده. یعنی اینکه دهنش. فقط خواستم بهتون بگم دیگه. نه جناب رئیس، اون پدر من نیست. باید بابات باشه. بازم نگاه کن. جناب رئیس جای زخم. پدرت همچین جای زخمی داره؟ بابا بیا بریم. بابا کمیسر بابا. آروم باش. یه خورده شبیهش بود ولی نه، اون پدر من نیست. بابا گشتن بابا. مثل این که دوستاش تو مسجد شناساییش کردن. دوستای مسجد چیه؟ اونا پدر منو نمیشناسن. خب بعد از اینکه ما درخواست دادیم، تیما به همه کافه ها و مسجدا رفتن، عکس پدرتون رو به مردم نشون دادن و دوستاش شناساییش کردن. اونا تا حالا پدر منو ندیدن. مطمئن باشید که اونا پدر منو نمیشناسن. مطمئن باشید. اون به یه مرد به اسم مهمت پول قرض داده بود؟ آره، ولی چرا؟ اون هیچ وقت نتونسته 500,000 تاشو از مهمت پس بگیره و اینو به دوستاش هم گفته بود. حالا اگه دوستاش نبودن، چطور ممکن بود که این ماجرا رو بدونن؟ ها؟ شرایط ذهنی پدر من نتونستی از که آدم مراقبت کنه. بابا آقا چطور تونستم بابامو رو شیشه بشونن؟ جناب رئیس، اون پدر من نیست. میفهمم چی میگی. ببین مردم نمیخوان حقیقت رو قبول کنن. چند بار بگم پدر من نیست. قسم میخورم مردی که اونجا خوابیده. این کارو با خودت نکن. دنیا جای بدیه. تو که مقصر نیستی. اون پدر من. کنار من بمون. ببین من اینجا کنارتم. زیر دستم هم اینجاست. ما همه اینجاییم. بابا یه نازنینم چی به سرت اومده بابا؟ حالا برمیگردیم اداره پلیس برای کارهای اداری. بعد شما مراسم دفن رو انجام بدید. خیلی خوب بیخیال. یا یه نوشیدنی مهمونتون کنم. چای. جناب پلیس زبونم مو در آورد. چقدر بگم شبیهش بود ولی پدرم نبود. اینجا رو ببین. طرف توی خونه لوکس زندگی میکنه، یکی از معروفترین بازیگرای کشوره، بعد چیزی برای خوردن نداره. معمولا مردم حداقل یه چند تا بیسکویت تو خونه‌شون میذارن. بیسکویت خیلی مهمه کامی. شما کی هستین؟ آشپزخونه یه یخچال من به شما چه ارتباطی داره؟ جدی ما رو نشنا؟ آخه چرا باید بشناسه؟ ما که معروف نیستیم احمد. تو؟ من؟ آره تو. بیا نزدیکتر بیا. خب چرا؟ اون کاپشنی که تنته کاپشن شانس منه؟ من این چیزا رو نمیخرم. این کاپشنی که میبینی معجزه بابامه. خفه شو بابا. آخه داداش ببین این یارو چی میگه. هم آینده‌مونو دزدیده، هم داره بهمون میگه دزد. واقعا یه عوضیه. کدوم آینده؟ کدوم دزدی؟ چی داری میگی هستن؟ ببن بوزینه. بلیت کجاست؟ دروغ نگو. فهمیدی؟ کدوم بلیت؟ دروغه. همون بلیتی که ما 15 میلیون ازش بردیم پسر. کجاست؟ بلیت بخت آزمایی؟ دیدی داداش؟ وقتی چاقو رو دید حافظش کلا برگشت. بگو اون بلیت کجاست؟ گوش کن، من هیچ بلیتی همرام ندارم. دوباره یادش رو. کامیل
مجبوریم بزنیمش. خودش انتخاب دیگه ای واسمون نذاشته داداش. بچه‌ها آدمو اشتباهی گرفتی. من هیچ بلیتی امرام ندارم. من جایزه بخت آزمایی رو نبردم. خودمون اینو میدونیم احمق جون، چون ما بودیم که برنده شدیم. عوضی وای عشق منو نگاه کن، سری تو کارش سرمایه گذاری میکنه، تمرینشو از الان شروع کرده. وای مرد باید مثل اون سخت کوش باشه دیگه. دختر فرض کن ما داریم صداها رو میشنویم. من همیشه وقتی لبخونی میکنم داستانو از دست میدم. بیا یواشکی بریم خونش، دستگاه شنود بذاریم، دوباره برگردیم همینجا. پاشو زود باش، برو به قدریه خبر بده، خیلی هیجان زده است. خواهرزاده رو ببین، شبیه خاله بی شخصیتش شده. به اون خاله پررود رفتی به جای مادر با عظمتت. به من هیچ ربطی نداره، اصلا نمیخوام برم. این هیجان انگیزترین صحنه است. علاوه بر این قدریه چشم میزنه، اصلا نمیخوام بیاد. اینا رو ول کن، تو به فکر خودت باش عزیزم. اگه یه مادر مثل ملکه پشت نبود الان معلوم نبود کدوم دخمه زندگی میکردی. من پرروم مامان، پرروی واقعی اون دوستتونی که 4 تا شوهرشو طلاق داده. همیشه هم دنبال جووناست. زنه یه پاش لب گور خجالتم نمیکشه. حالا اومده دنبال مرد منه ولی جواب نمیگیره. بس کن. میگم پدرتون دشمنی چیزی نداشته یا با کسی دعواش نشده؟ اون پدر من نیست. بس دیگه خفه شو وگرنه میکشمت. آقای رئیس میبینی داره تحریکم میکنه، شما یه چیزی بهش بگید. آروم باش، بالاخره وضعیت رو قبول میکنه. الان نباید این کارو کنی. چرا فشار میاری؟ اون یارو مهمت که 500,000 تا از باباتون گرفته چی؟ کسایی رو دیدم که واسه کمتر از اینم آدم کشت. رئیس پلیس 500,000 لیر پول قدیمی الان میشه 5 لیر. اما مهمت 15 سال پیش مرده. اون پدر من نیست. باور کنید. دیوونه شدین. یه جسد دارین میخوایم بندازین گردن ما. آقا ولمون کنین بریم دیگه. چطور جرأت میکنی اینجوری اصلا خفه شو برو گم شو. من همچین برادری رو قبول ندارم. چطور جرأت میکنی با مامورای دولت اینجوری حرف بزنی؟ بی تربیت و بی شرم. ها جوونا همینجوری ان دیگه، نمیتونم وضعیت رو قبول کنم. آقای رئیس مگه ما بابامون از دست ندادیم؟ مگه من عذاب نمیکشم؟ مگه من آدم نیستم؟ بابامو رو شیشه نشوندن، میفهمی؟ رو شیشه. خفه شو پاشو برو گم شو. من همچین برادری نمیخوام. برو گم شو، نمیخوام ببینمت. ببین شما خونه رو اشتباه اومدین. من هیچ بلیتی ندارم. دیشب که خیلی شیک داشتی حرف میزدی، میگفتی بلیت بخت آزمایی رو تو بردی. پس چی شد؟ بلیتو بده، داستان نگو. نه این شیشه رو خورد میکنم تو سرت. یا ببینم جای خاص دیگه ای رو ترجیح نمیدی؟ داداش بذار من گوشه اینو ببرم، خیلی پررو شده. ببرش. یه دقیقه وایستا. ببرش بابا، با من ببرش. چرت و پرت میگه ببرش. نبر من بلیت ندارم. اون جهان لعنتی و فیلمبردار زامبیش مصاحبه رو گرفتن. من نقشه برنده بخت آزمایی رو فقط بازی کردم، نقش بازی کردم به عنوان یک بازیگر. بچه‌ها دارم راست میگم، هیچ وقت تو زندگی بلیت بخت آزمایی نخریدم و اصلا برنده نشدم. جهان کانزر، چرا باید حرفتو باور میکردم؟ وای واقعا؟ نظر تو چیه کامی؟ حرفاشو باور کنی؟ نمیدونم داداش، ولی فکر کنم راست میگه. خیلی با احساس حرف زد. من که باورش کردم، راستش خیلی راضیم داداش. تو چی کامیل؟ حرفاشو باور میکنی؟ آره باور میکنی؟ خب اگه تو باور کردی منم دیگه حرفی ندارم. پس بی خیال داداش، بیا بریم. آره فکر کنم اشتباه اومدی. ببخشید داداش، یکم کتکت زدیم و خستت کردیم، حلالمون کن. واقعا شرمنده. حلالتون کردم. ببخشید داداش. یمان بچه برو. گوش کن، اشتباه برداشت نکنین، ولی یه لطف کوچیک میخوام ازتون برام انجام بدین لطفا. یه کاپشن که این حرفا رو نده. حالا که قرار دوستانه از هم جدا بشیم، خیلی خوشحال میشم اگه این کاپشن رو لطفا بهم بدین. آره داداش کاپشن رو بهت میدیم، چرا که نه. کامیل داداش کاپشن رو مشکلی نیست مگه نه؟ داداش کاپشن رو در بیار زود باش دیگه، بلیتمون رو گرفته، کاپشنمون هم میخواد مرتیکه. وای اون عوضی واقعا زدش. واقعا مرد حرفه‌ایه. انگار واقعا کتک خورده بود. کیکی که آوردی و خوردی، حالا دیگه میتونی پاشی بری آبجو. قدریه واقعا دست درد نکنه، کیکت خیلی خوشمزه بود.
دختر جواب تلفن رو بده. مامان یه لحظه صبر کن. این هیجان انگیزترین صحنه است. میشه گیر ندی؟ تا اینا بخوان همو بشناسن من سومیو زاییدم. الو جواب دادم دیگه، چرا داد میزنی؟ چی؟ چه شیشه ای؟ کجا؟ ها؟ ببین تا بدون گریه بگو، نمیفهمم چی میگی. درباره چی حرف میزنی تو؟ آی خودشونم خط کن بابا جونم چی به سرت اومد؟ ای بابا داری به چی زل میزنی؟ بازیگر بی شخصیت. اون کاپشنو بده به من، مال منه. جدی؟ چطور میتونه مال تو باشه؟ منه. اینو تو سریال 4 فصل پوشیدم، نمیدونم دست تو چی کار میکنه، بده بو کنم. ای مرتی که عوضی، چش دوختی به کاپشن معجزه‌ای من؟ تو دزدیدیشون، مال منه. سرویس کردی ما رو با این کاپشن. بده بهش بابا، مال منه، کاپشنو بهم پس بده. پاشا بابا پاشا. نکن داداش. لعنت به خودت و این کاپشنت. با گوسفند میده. داداش مال بابامه. هی داری چی کار میکنی؟ زر نزن. مامان کاپشن. دختر چی شده؟ بلیت ورودیم افتاد پایین. وای خدا کمکم کن. لعنت بهت دختر، داری چی کار میکنی؟ لعنت بهت. وای خدایا هیچ کس بهش دست نزنه. وای خدا مال منه. وای خدا نگرش دار. وای نمیتونی به این کاپشن دست بزنی. چیه مگه حالا؟ تو به هر مردی که دست میزنی فوری باش ازدواج میکنی. منظور چیه؟ منظورم اینه که دیگه 4 تا شوهر کافیان. بسته دیگه ژاکت ماکت تموم شد. بیا در مورد کار حرف بزنیم. آها یوسف بیا وگرنه دیر میکنی. یوسف واقعا نمیای یوسف؟ این مراسم خاکسپاری باباته. انگار منتظر بودی که بابامو خاک کنی ها؟ برو دیر نکنی. هر کاری دلت میخواد بکن. به عنوان آخرین وظیفه‌ام در قبالش من میرم. ببین داداش، این دستم از بس زدمت قرمز شده، واسه همین برای بار آخره که دارم ازت میپرسم اون بلیت لعنتی کجاست ها؟ وای ببینم کسی اینجاست؟ نه کامیل برو ببین کسی اونجا هست یا نه، به این هیچ اعتمادی نیست داداش. رو چشم داداش، الان میرم. برو دیگه بجون. مارتی که یه گوساله، راستشو بگو وگرنه کلوتو راست میگم. کامیل داداش صبر کن، طاقت بیار، اومدم. کمک! اومدم داداش، برو کنار کامیل، برو بیا بیرون. عدو بسرم. آخی فکر کنم دارن کار میکنن. بسرم. دوستان محترم، مرحوم یاشار کوکباشی رو چطور میشناختین؟ حلالش میکنین؟ حلالش میکنین؟ خدا رحمتش کنه. خدا همه شما رو هم رحمت کنه.
دوستان محترم باید نماز میت بخونه. خب جناب چطور اتفاق افتاد؟ شما شاهد اتفاق بودید؟ ترسیدی داره؟ چرا باید بترسم؟ ولی مهمت حقش بود، پولمو پس نداد. آره اونجاست. یعنی مظنون مهمت بود؟ آره خودش به نظر شما چرا اورهانشن رو بوده شده؟ ها؟ بودو جناب یه لحظه صبر کنین. آزادی مطبوعات چی میشه پس؟ تلویزیونه راهو باز کنین. بیا. جناب رئیس پلیس. درجه نگاه. اولین اطلاعات درباره این اتفاق به نظر شما چی میتونه باشه؟ خب بچه‌ها ما تازه رسیدیم و خسته ایم ولی از این لحظه به بعد همه چیز تحت کنترل ماست. لطفاً نگران نباشید و بذارید ما کارمون رو بکنیم. جناب رئیس پلیس میشه اونو بیا بگیره راهنماییش کن. تموم شد. باش. چون وسط تمرین اومدم از دستم عصبانید با خودم فکر کردم این کاپشنه بخشی از تمرینتونه. دیدم افتاد پایین برای همین گفتم با خودم برش دارم بیارم. واقعا چه فکر خوبی به ذهنت رسیده. 1 ساعت داشتم فکر میکردم این کاپشن کجاست. ممنونم ازت، ما رو از یه مشکل بزرگ نجات دادی. انگار نمیشه از این کاپشن خلاص بشین. باشه پس من میتونم همینجا بشینم بدونی که سر و صدا بکنم، فقط نگاه میکنم. باشه داری چی کار میکنی؟ این مال آقا اورهانه، من فقط به خودش تحویل میدم. بدش من دختر، مال بابامه. ببینم داداش تو این کاپشن رو میخواستی مگه نه؟ این چه سوالیه؟ معلومه که میخوام. داداش گفت همه پولو به کسی میده که کاپشن رو براش بیاره. کاپشنو؟ خوبه. بلیتو بده کاپشنو بدی. کاپشنو بگیر بلیتو بده. تو چقدر کله پوکی، من هیچ بلیتی ندارم هنوزم میگی کاپشنو بده بلیتو بگیر. آخه چی داری میگی؟ چرت و پرت داری میگی واقعا. داداش تکی من این کاپشن معجزه‌ای بابامو به این عوضی نمیدم. کدوم کاپشن؟ میگه بلیتی نداره نمیشنوی؟ دیگه در مورد این کاپشن حرف نمیزنین. هر کی حرف بزنه گوششو میبرم. شنیدین چی گفتم؟ یکم مؤدب باش، یه خانم اینجا نشسته. احمق داری چی میگی؟ من باید از تو یاد بگیرم؟ نگاه کن به این دزد عوضی. دزده ولی داری به من اخلاق یاد میگه. میکشمت. داداش آروم باش. یکی اون بیرونه. کی؟ هنوز کارم باهات تموم نشده. وای کلی خبرنگار آدم اون بیرونه. بفرمایید. ببخشید میتونم یه چیزی بپرسم؟ این تمرین نیست نه؟ تمرین؟ داداش اینا دیگه کیان؟ یهو از کجا پیداشون شد؟ ببینم اینجا مگه کاروانسراست؟ چی کار میکنی؟ بشین ببینم. ببخشید این مرد این طرفا دیدین؟ بده ببینم. بگیر چشم بهش نیفته. یعنی میگید میشناسینش؟ قبلا دیدینش؟ آره؟ لعنت به اون مرد، کاش هیچ وقت ندیده بودمش. همیشه به گوجه‌ام چشم داشت. گوجه‌هایی که انتخاب کرده بودم و بر می‌داشت. برشون داشت. گفتم نمیدم. دیوونه شده. انگار آخر زمان شده. آخرش هیچ گوجه‌ای برام نموند. اونو کجا دیدین؟ اینجا؟ دیروز؟ امروز؟ کجا دیدین؟ پسرم دیروز اینجا بازار بوده. آخه عقل تو از دست دادی؟ متوجه شدم مادر جان، خیلی ممنون. مراقب خودتون باشین، گم نشین. آخ بابا. ببینم با کی داری چشمک میزنی؟ به تو چشمک نمیزنم، دارم به اون چشمک میزنم. من؟ آره تو آدم خوبی هستی، این خیلی بدجنسه. عزیزم بگو چی شده؟ نزدیک من. گفتم بیا نزدیکتر. خیلی خوب برو. مواظب باشی ها. بیا کامیل، زیاد نزدیکش نشو. من باید برم دستشویی. از کی؟ از صبح. اونجا دارین چی زرزر میکنین ها؟ یه دقیقه صبر کن داداش. نمیتونی نگهش داری؟ نمیتونم. چی؟
چی شده؟ داداش چرا این کاپشن دست توه؟ چرا بهش ندادی آخه؟ چون کاپشن مال آقا اورهانه دیگه. نه خیرم، این کاپشن اون نیست، مال خودمه، فهمیدی؟ حالا به هر حال یکی یا دو. دوباره کاپشن؟ بازم کاپشن؟ نمیترسین از تهدیدم؟ به خدا خودمو میکشم، قسم میخورم که خودمو میکشم. شاید اینجوری بترسین، آره شاید اینجوری ازم بترسین. چرا خودمو بکشم؟ این کاپشن رو میبرم، هر کی بیاد جلو میگیرم این کاپشن رو پاره میکنم. شنیدین چی گفتم؟ چقدرم سنگینه لعنتی، عجب سنگینیه. به خاطر این سنگینی انقدر طرفدار داری کاپشن؟ آره؟ چی شده؟ داداش فقط میخواد بره مسترا، همین. خب اینو از اول میگفتی. باشم ولی باهاتون واقعا سخته. درسته جلوی خانم زیبا اینجوری حرف بزنید؟ داداش یه دستشویی که این حرفا رو نداره. زودتر میگفتی خودم میبردمه. حالا باید چیکار کنیم؟ پاشو برو دستشویی دیگه، اینم سوال داره. اگه رها کنم عرقسوز میشم. داداش راست میگه، عرقسوز میشه. آخه الهی بچه‌م عرقسوز میشه، راست میگی یا؟ خفه شو دیگه، این چه شوخیه میکنی؟ گوش کن چی میگم. دستات بسته میمونه ولی پاهاتو باز میکنیم که بتونی دستشویی کنی. برو. باشه داداش. بذارید منم کمک کنم. بشی سر جات، برو اونجا. داداشت داره بهت گوش میده کامیل جان، بگو. داداش گفتی چسبو محکم بپیچم، منم محکم پیچیدمش، کلی چسب استفاده کردم آخه. آفرین، حالا توقع جایزه داری کامی؟ چسب تموم شد. خب برو یکی دیگه بیا. باشه. کدوم چسب؟ ببین چسب آکواریوم اصل بیار، میخوام خونه رو آب بندی کنم. خب معلومه که نوار چسبو میگن. نگرفتم داداش، پول کافی نبود. بقیه پولو چیکار کردی؟ چیکارش کردی؟ یه کیک خریدم داداش. کیک الان کجاست؟ خودت تنهایی خوردیش؟ منم اینجا گرسنه بودم، اون کیکو کجا گذاشتیش؟ تنهایی گرفتی خوردیش؟ کجاست؟ دخترمو ببین، قربونش برم، اونجا داره برای عشقش میجنگه. حتی پردرم کنار نزدم بیرونو ببینن چه خبره، بهش افتخار میکنم قدریه. اونجا رو نگاه میکنم که دخترمو ببینم ولی بیفایده است. تو چیزی میبینی؟ نگران نباش، افسر اونجا هیچ اتفاقی براش نمیافته. ولش کنین، تقدیر زندگیشه. تو چشماش شور و آتیش و جاه طلبی رو دیدم. اگه تو این درد سر برنده‌ای باشه اون آیشنه. نگران نباش، من به اندازه کافی دیدم. درست میگی. چشم قربان. وضعیت چطوره؟ گزارشگرا گفتن که اونا مسلح بودن. صدای تیراندازی شنیدن جناب رئیس. چیزی هم از همون میخوان؟ نه چیزی نخواستن. و وضعیت گروگانات چطوره؟ شدم. ای بابا. بنده خدا برای رفتنش خیلی زود بود. برادران این شطوریه که در خونه هممون میخوابه. خدا عاقبت به خیرمون کنه. توبه توبه. ببینم اینجا روشویی چیزی نداریم این توش دستشویی کنه. پدرمونو در آورد. داداش هیچی نیستش. هی دختر از جات بلند نشی، فهمیدی؟ چی میگی؟ بیا با شماره 3 1 2 3. نه اینجا نمیشه، خودتو اذیت نکن کامیل. داداش این خرس سنگینه. اگه از خودتون خجالت بکش. بیا برش گردونیم. بچرخونش. باشه داداش. برش گردون. صبر کن. خیلی خوب. تو بکش، من هول میدم. برو. بکش دیگه. باشه داداش بیا. اومدش داره میاد بیا. خیلی خوب دارم دیگه. برو دیگه. بکش. بیا. خوبه. بیا داداش. کمتر. اذیت نکن دیگه. مواظب صورتم باش، من با این صورتم پول در میارم. میگم کمک لازم دارید؟ داداش این زنه داره چی میگه؟ داره کلافم میکنه. آخه چطوری میخوای کمک کنی؟ اصلا زورت میرسه اینو تکونش بدی؟ ای خدایا بگی. بکش زود باش بجام. بریم. آی مرض. خفه شو دیگه. اسم گروگانا چیه؟ اورهان جناب رئیس. یه لحظه صبر کن ببینم، آشنا به نظر میرسه. سریال خاکسترهای عشق.
اون یارو کچله. نه همونی که یه جوری حرف میزنه همون بازی کرده. یادم اومد تو چیزم بازی کرده بود، همونی که گفت برنده بخت آزمایی شده. ای وای بده بیاد. نمیتونم بجام دیگه، زود باش. خب نمیشه الان. کارتو بکن. نمیشه الان، من کارتو بکن. نمیتونم جلو شما این کارو بکنم. آره داداش چرا که نه، زیبتم وا میکنیم. خب براتون برای من خیلی سخته این کار. این دیگه کار خودت کامیل جون. ببین باهاش صمیمی شدی، پس بجام زود بشو وا کن. چی؟ وا کن دیگه. لطفاً زیپمو باز کن بتونم کارمو بکنم. نه داداش نمیتونم بهش دست بزنم. چرا میتونی؟ زود باش کامیل. داره میاد سریعتر. کار داریم داداش. بازش کن دیگه. نترس. داداش زیپمو باز کن وایلا میرزه تو شلوارم. چه وحشی شد. با این میخوای چی کار کنی داداش؟ با این انجامش میدم. خوبه همینجاست. عجله کن. چی کار نیستی؟ یواشتر. خیلی خوب بیا. آی بچه‌ها، من رئیس پلیس سرگای شتیر هستم. میخوام باهاتون صحبت کنم. صدای چی بود؟ فکر کنم دارم ما رو صدا میزنن. خیلی خب من میرم ببینم چه خبره. تو همینجا بمون. هیچ جا نریا. ای نه منو ول نکن. اون دو نفری که اورهان گروگان گرفتید میدونیم اون تویید. صدای ما رو میشنوید؟ یه لحظه بیاید بیرون دیگه. چی داره میگی؟ من که نمیشنوم. بی خیالش، تو ادامه بده، منم الان برمیگردم. باشه برمیگردم. سب کن منو ول نکن. وایسا برمیگردم دیگه. الان وایسا منو ول نکن. من رئیس پلیس سرگای شتیر هستم. من دلربترین پلیسی هستم که تا حالا دیدید. یه لحظه بیاید بیرون، میخوام حرف بزنم. هی چی کار میکنی؟ بشین بینم. اون احمقا تو گروگانه. اینو یادت رفته دختر جون. بشین سر جات. چی؟ من گروگانم؟ من و اورهان گروگانیم. من و اورهان ما شدیم. آخی فامیلیشم با اسم من هماهنگه. آی شنشن، آی شنشن، مثل دکمه و جدکمه. خدا ما رو واسه هم ساخته. خفه شو دیگه. اینقدر حرف میزنی پیر میشی دختر. خودت پر حرفی. هی من یه مجرم. باید از من بترسی. میشینی اونجا و دیگه هم بلند نمیشه وگرنه زبونتو میبارم. فهمیدی؟ حرف نزن. میخوای با اون صدات بترسونیش؟ وای چقدر ترسیدم پسر. داداش باید چی کار کنیم؟ حرف بزنیم؟ آره به نظرم باید حرف بزنیم. تو حرف بزن، اینجوری بهتره. بهشون بگو 4 8 15 16 23 42 از 22 سال پیش اعداد شانس ما بوده و بعد 22 سال فرصت اومده در خونمون. نمیتونیم از دستش بدیم. واقعا نمیتونیم. ازشون بپرسین کار آسونه. بگو که بلیتو گم کردی. بگو که یه احمق تمام عیار بودی. عقب نشینی نکن داداش. اون بلیت آخرین شانس ماست. برو دیگه، برو زود باش. داداش کاپشن. ای گوره پدر این کاپشن. برو حرفاتو بزن. آخه لباس زیرم که سفید نیست، به هم نمیاد. واقعا اون برنده بخت آزمایی شده؟ واقعا این برات الان مهمه جنن. ایلان همینجا خوبه. انقدر چرخیدم سرگیجه گرفتم. از همینجا مستقیم میبینم. چشم رئیس. جناب پلیس برو کنار. مردمان بذاریم بیام بابا، بذاریم بیام. جناب پلیس لطفاً دخترمو نجات بدین. دخترمون توه. اول از همه که پلیس نه، رئیس پلیس. باش آقای رئیس. دخترت اونجا چی کار میکنه؟ جناب رئیس پلیس، دخترم طرفدار اورهانه، عاشقشه، همیشه اورهانو زیر نظر داره. بعد از اینکه کاپشنو انداختن دوید کاپشنو برداشت. خانم محترم برو سر اصل مطلب، وقت ما رو هدر نده. جناب رئیس پلیس لطفاً یکم کیک بخورید، بهتون انرژی میده. ما سر کار غذا نمیخوریم. ببینید خانم محترم، من اینجام و اوضاع تحت کنترل خودمه. لطفاً خانم‌ها رو ببرین. خواهش میکنم. البته قطعاً خانم‌ها رو ببرید بیرون. زود باشین. ممنونم. بیا. من نخوردم. تو هم نمیخوری. مامان اون موتور که میخوام برام میگیری؟
بابات قبول نمیکنه. آخه چرا نه؟ من بزرگ شدم، موتور میخوام. قول داد وقتی خونه رو بفروشید برای من موتور بخرید. وقتی بابا بزرگ فوت کرده هنوز خونه رو نفروختید. من موتور میخوام. باشه دیگه دهنی تو ببند، الان وقتش نیست. خیلی خوب باش. خوش اومدی. ممنون. سردار فیلم بگیر، هیچ چیزی از دست نده. باشه از ساعتو بندازش. گوش کن، من رئیس پلیس تولگای چتین هستم و تو؟ بهش نیاز ندارم، فاصله نزدیکه. این چیه دیگه بابا؟ لطفاً به من نگاه کن. نگاه کن. اسمت چیه؟ برای چی میخواد؟ میخوام پرونده تو ببینم. ای بابا ببین اینجا یه ماجراست، یه مشکلیه، ولی الان من اینجام که حلش کنم. اسمت چیه؟ چی صدات بزنم؟ کامیل. اورهان چطوره؟ کی؟ اورهان شن. ها داری درباره یامان حرف میزنی؟ اون توه داره دستشویی میکنه. یامان دیگه کی؟ نمیدونم قربان. وضعیت گروگان چطوره؟ داخل نشسته، خیلی هم حرف میزنه، داره مخمو میخوره. فهمیدی؟ اسم دوستت چیه؟ تکین داداش. چی میگی؟ داره اسمتو میپرسه. بگم؟ معلومه که نباید بگی احمق جون. آخه چرا باید اینو ازم بپرسی؟ باشه. نمیخواد اسمشو بگه. ای بابا تکین که همچین آدمی نبود، چرا همچین کاری کرد؟ وای خدا داداش تکین، اونا اسمتو میدونن. خب احمق جون از ذهنت در رفته. خدای من این چقدر گاو. خیلی خوب داداش، نگران نباش، من اینجام، بسپارش به من. این آدمای عجیبی هن، باید محتاط باشیم. به من نگاه کن. هی پسر. خب خیلی خوب باشه. یه مشکلی داشتیم ولی چیزی نیست که نشه حلش کرد. چرا این کار کردین؟ شاید بتونیم کمکتون کنیم، شاید کاری از دستمون بر بیاد. برای بلیت یا پول واسه 15 میلیون. دیگه چی؟ هیچی، همین دیگه. مگه همین کافی نیست؟ چیز دیگه هم از قربان؟ خیلی میخوان جناب رئیس. خودم میدونم. وای حتی بوی ادکلونش هم خیلی خواسته. چقدر خوبه. اصلا نگران نباشید آقا اورهان، آروم باشید. این قضیه به خیر و خوشی میگذره، من میدونم. داری چه غلطی میکنی؟ داری باش گپ میزنی؟ میدونی اون بیرون چه خبره؟ اون تا الان آدرس خونم هم داده، شاید فامیلی مامانم من بهش گفته باشه از بس احمقه. وای نمیدونم باید چی کار کنم. شما هم زحمت شد. وای خدا مرگم بده، اصلا اینجوری فکر نکنی. وای خدای من، هم جنتلمنه هم خوشتیپ، الان قش میکنم. ببینم شما الان واقعا دارین با هم دل و قلوه رد و بدل میکنین؟ دهنتو ببند. بی حیای گانگستر کثیف. الان که دهنتو بستم میفهمی گانگستر کیه دختر جون. نمیتونی ببندی که چسبتون تموم شده. دوستت گفت که دیگه چسب نداری. چقدر احمقه. بذار بریم اونجا بهت نشون میدم چسب چیه. خودت بکشش بجام ببینم. برو کنار. کمک کن. ادامه بده. بکش. خودتو اذیت نکن. اونتر. بجام. برو. ساکت بابا. چنگیز چطوری پسرم؟ شکر خدا همون، شکر خدا. دارم عادت میکنم. شما چطوری نه؟ شکر خدا. تو چطوری پسر؟ خب عمو شما چطوری؟ خدا رو شکر. چنگیز چطوری پسرم؟ شکر خدا. شما چطوری؟ خدا رو شکر. حالا تو چطوره؟ خوبم عمو شما چطورید؟ تو نگفتی چطوری پسر؟ خوبم، دارم این اطراف میچرخم. یوسف چرا تنها نشسته؟ توی مراسم ختمم ندیدمش. ولش کن، بذار تو حال خودش باشه، نگاش نکن. بی غیرت نمیذاره عزاداری کنم. بابا باور کنید اول اون حمله کرد. کی؟ عدنان. عدنان؟ آره تو اتاق خواب منو گاز گرفت. کجا؟
دیگه نپرس کجا. اونجا؟ این کله پوک نمیتونه از پسش بر بیاد. بذار برم، بذار درستش کنم. آره وقتی تو اتاق خواب بهم حمله کردش انداختمش روی تخت، بعدش هم دویدم سمت در، یهو تکین اومد و در باز کرد، بعد به آدو شلیک کرد. اونجا خیلی شلوغه. زنده است یا مرده حالا؟ نمیدونم والا الان ساکته. تکین بهش شلیک کرد. لعنتی. ببین یه مشکلی پیش اومده. اشتباه کردین. هر کسی هم ممکنه اشتباه بکنه. اگه سلاحاتون رو بذارین کنار و تسلیم بشید، هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، بهتون کمک میکنم. از همین حالا تسلیم شید. سرکار گوش کن، ما فقط حق خودمون رو میخوایم. تا وقتی نگرفتیمش جایی نمیریم، شنیدین؟ ما اینجا موندیم تا حقمون رو بگیریم. آره ساکت خفه. ما دزد نیستیم مردم. دزد واقعی اون عوضی یامانی که با بیشرمی توی تلویزیون تو چشمای شما نگاه کرد و بهتون دروغ گفت. این پول آینده ماست، رویای ما، فردای ما. دیگه نمیخوایم نادیده گرفته شیم. ما میخوایم مثل آدم زندگی کنیم. این اتفاق که اعتراض به بی‌عدالتیه. ما تسلیم نمیشیم. این پول مال ماست. مهمترین اتفاق اینه که اینجا سنگ پیدا نمیشه. چخه این آرتیست حرف نزن، خفه شو. من خفه نمیشم. خواهر و برادر ساکت نمونید. همه باید اینو بدونن. تا وقتی حقمون رو نگیریم این قضیه تموم نمیشه. چیزی برای از دست دادن نداریم. ببینم تو درجت بالاست؟ نه اینجا یه کارگر سادم. آره ببین ما گرسنه ایم، تو خونه هم چیزی برای خوردن نیستش. میتونیم سفارش بدیم یه چیزی بخوریم، مثلا لاهماجون. شماره رستوران داری؟ چند تا سفارش بدیم جناب رئیس؟ 4 تا. معمولی باشه یا تو؟ 2 تا تون 2 تا معمولی. سلیقه‌شون رو نمیدونم. سالاد؟ حتما سفارش بده. نوشیدنی چی باشه؟ چقدر سوال می‌کنی؟ تو نوشابه می‌کشم تو. لکه این نگه اداره پلیس. یوسف ببینم بازم میخوای ساکت بمونی ها؟ نمیخوای حرف بزنی؟ خانواده برادرت وقتو تلف نمی کنن. با گوشای خودت شنیدی. گفتم که اونا این خونه رو بعد مرگ پدرت میگیرن. داداش وایسا. رئیس نوشابه و دارو آماده است. جناب رئیس دارو تزریق کردیم، میتونم طعمشو تست کنم یا نه؟ نوشابه و غذا رو سریعتر آماده کنید و بهشون بدید. باشه؟ راستی اون نوشابه رو نخورید لطفاً. چند سال تا بازنشستگی دارم. لطفاً این کارو واسم بکن. باشه؟ برو. زود باشین یه وقت ازش نخورین. بله قربان. ما اینجا هستیم برای یک حادثه. خبری به دستمون همه رو خبر کردن. دیوونه شدن. با ما اگه میگفتی اون بلیت لعنتی کجاست الان اینجا نبودیم پسر. من هیچ بلیتی ندارم. گور پدر بقیه و تو. ببخشید دیگه نمیتونم تحمل کنم. مهم نیست آقا اورهان، من شما رو خیلی خوب میشناسم. لطفاً آروم باشید، به من فکر نکنید. میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ به زودی نجات پیدا میکنیم. این احمقا همه چی رو به گند میکشن، من میدونم. وای گفتم گند. وقتی خجالت میکشی خیلی خوشگل میشی. خوششانسم که اومد اینجا ایشن. دیگه حرفشم نزن، هیجان زده میشم. اونجا دارین چه غلطی میکنین؟ چی زرزر میکنین با هم دیگه؟ تو داری چی کار میکنی؟ دوغه. مردم همچنان جلوی در خانه یامان بازیگر سریال روزهای داره میاد. کی میاد؟ سب کن بیشتر این نزدیک نشو. همونجا وایسا. تو کیسه ها چیه ها؟ لاهماجونه. خب دیگه چی؟ نوشابه. چقدر شد قیمتش؟ 7.5 لیر. قابل شماره هم نداره. آها آقا ما که پول نداریم. ما که از شما پولی نخواستیم پسر. ولی رئیس پلیس اگه قبلا میگفتین کباب یه چیز دیگه سفارش میدادم. به هر حال
لاهماجون رو بذار اینجا بفرست بالا. بیا. آفرین. راستی نوشابه یادمون رفت. نه بابا نمیخواد، دوغ آماده کردم. نوشابه رو پیش خودت نگه دار بخوره. ببینم چه خبره. کامیل داره چه غلطی میکنه؟ شخصی که در بالکن با پلیس صحبت ببینم چه غلطی میکنی؟ داشتم راجع به تو حرف میزدم. گفتم گرسنمونه لاهماجون سفارش بدن. به لطف اونا غذا داریم. مردم منو دوست دارن داداش. عجب. ببینم کی وقت کردی بری غذا سفارش بدی؟ اینجا چه خبره؟ همه چی از کنترل من خارج شده. خدای من همه چیز. کامیل به خودت نگاه کردی؟ عین هیپیا شدی با این کاپشن مسخره. داداش ای تو روحت داداشت. داداش خواهش میکنم بس کن، اشتباه فهمیدی، خواهش میکنم. تو هنوز داداشتو نمیشناسی، من دیگه باید چی بهت بگم آخه؟ داداش یه لحظه به حرفام گوش کن، خواهش میکنم. خفشا تو زنزلیل شدی. تو این روزا داری داداشت دق میدی. سب کنید، داشتم میومدم پیشتون. تلویزیونو دیدی؟ بابامون فوت کرده عمه شکران. تلویزیون دیگه چیه؟ من آقا یاشا رو تو تلویزیون دیدم. محاله. تو که چشات ضعیفه، حتما اشتباه میکنی عمه. برو بابا، من همه چی رو میبینم. چشم خیلی خوب میبینه. آخه پدر من تو تلویزیون چی کار میکنه؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا. من میگم الان خودم با دستای خودم اون مرد بیچاره رو دفنش کردم. چه تلویزیونی، چه بابایی آخه. والا بلا که دیدمش. همین بازیگر یامان، همون که برنده لاتاری شده بود، یکی دزدیدتش. پلیسا خونش رو محاصره کرده بودن، زنده پخش میکردن. آقا یاشا رو بین مردم دیدم، خودم دیدم پسرم. خونه اون بازیگر کجاست؟ دروغ چرا پسرم؟ فکر کنم گفتن مودا باشه همه جان. خیلی ممنون. داداش یه لحظه وایسا. داداش عجب خوشمزه است. یه پاکت سیگارم کنارش میگرفتی دیگه. خب داداش راضی کردن تو خیلی سخته. جا اینکه تشکر کنی هی داری غر میزنی. دشمنی داره مگه با من آخه؟ کدوم دشمنی کامیل ها؟ به هر حال هر کاری بکنم همیشه سرزنش میکنی. همیشه جلو غریبه ها منو خراب میکنی دیگه. ولی خب وقتی تنها بودیم یادآوری کن باشه. باور کن اشتباه فهمیدی. بی خودی دلخور شدی، خواهش میکنم، منظور بدی نداشتم. ببین عمه شکران گفت که بابامون رو دیده. یه پاکت سیگار رو من بده. این مرد خوششانس برنده لاتاری شد. ولی متاسفانه عمه شکران گفت که دیدتش. بیا بریم پیداش کنیم داداش، خواهش میکنم بیا دیگه. حرف نزن یوسف. اون ببره دیده. زنی که 2% میبینه کجا رو دیده؟ چی دیده؟ کدوم بابا رو دیده؟ خب ما مردی رو پیدا کردیم که افرادی که اورهان شن رو دزدیدن میشناسه. آقا سلجوق سلام. شما کامیل و تکینو از نزدیک میشناسین. چرا همچین کاری کردن به نظر شما؟ هنوز ندیدمشون. وقتی ببینم ازشون میپرسم. داداش این همون کاپشنه، همونیه که بهم دادی، همونی که من دادم به بابا. یعنی این آدما بابامونو کشتن. ولی آخه چرا؟ داداش کی اورهانو دزدیده؟ آخه تو خنگی؟ خدای من. سردار بیا دنبال من. بودو داداش. بودو بیا آقای پلیس. ای وای، به خاطر من سر شیفتش قش کرد. حالا چیکار کنیم؟ همشون قش کردن. این فرصت ماست، بهترین فرصته. حالا چیکار کنیم؟ شانس خودمونو میسازیم. بودو بیا پسر. اینو نگه دار. باشه. داداش جهان چی کار میکنی؟ کامی اینا خیلی دارن تیک و تاک میکنن. دستاشونو ببند. بذار راحت باشه. باشه میبنده. نه وای خدا دوست نیستی. بشینین زود باشین. پاشین غلط کردم. ببینم تو کی هستی ها؟ بچه ها اون صاحب عوضی بلیته، صاحب اصلی بلیته. عزیزم ببخشید. ببینم بلیت دست توه؟ داریش یا نه؟ داداش من یه خبرنگارم، هیچ بلیتی ندارم. دروغ میگه. بلیت پیش خود خالی بندشه. لعنت بهت، از قیافت معلومه که خیلی عوضی نامرد. واقعا یه شیزه. آخه چرا باید اون دروغ بگه؟ میدونی چه بلایی سرش اومده؟ تو شلوار خودش خرابکاری کرده، تازه گربه‌ش هم مرده. میفهمی چی میگم؟
از همتون متنفرم. آره راست میگه. بلیط کجاست؟ داداش من این یارو رو نمیشناسم. تو همونی؟ آره ببین من نمیشناسمش. اومدم اینجا با تو مصاحبه کنم. پس من برم کفشمو بپوشم داداش. دلال عوضی. حرف نزن. داریم مصاحبه میکنیم. رئیس پلیس. قربان میتونی تا 5 دقیقه دیگه آماده بشی؟ تا 2 دقیقه دیگه آماده ای. خیلی خوبه. قربان عالیه. 3 دقیقه ما آماده میشیم. بله قربان. میخوای یه کمی شلش کنم؟ داداش کجا مصاحبه کنیم؟ همینجا. یه قاب خوشگل میبندیم پام رو میز، گروگانام پشت سره. داداش اونجا رو نگاه کن. اون دیگه چیه؟ اینجا چه خبره؟ بریم. داداش چه خبره؟ مگه ما این یارو رو گروگان نگرفتیم؟ آخه اینجا چرا شبیه کاروانسرا شده؟ اون دیگه کیه؟ فکر کنم یه جا دیدمش. آشنا به نظر میرسه نه؟ تو پشت بگیر همه رو ضبط کن. لجان بیا بیرون. دارم میام عباسی. چرا پدر منو کشتین؟ چرا اون پیرمردو کشتین؟ ها؟ کشتی و کاپشن شب پوشیدی بدن سوخته. الان حالت میکنم. در کدوم کاپشن چی داری میگی واسه خودش؟ چه کاپشنی همه فکر میکنم مال خودشون؟ این کاپشن مال منه، میفهمی؟ تو خفه شو. از جون پدر من چی میخواستین؟ چرا کشتینش؟ چه بدی به شما کرده بود؟ چرا روی شیشه نشوندینش؟ الان همون بلا رو سرتون میارم. همین شیشه رو من الان بهتون میگم. من با تو اصلا از هیچی نمیترسم. وایسا داداش. نه این کارو نکن. این کارو نکن. باشه داداش آروم باش. آروم باش. چی کار داری میکنی؟ ببین داداش تو این کاپشن رو میخوای دیگه، درسته؟ خیلی خوب. درش بیار این کاپشن رو. درش بیار دیگه. برو آقا. وگرنه به جای کاپشن پدر تو یکی رو در میارم. چی؟ بابام؟ لعنتیه. لعنتی. داداش چی کار کردی؟ یارو فقط میخواست کاپشن رو بگیره. بابام قطعا نمیخواست برای کاپشن خون بریزه. متاسفم. منو ببخش. داداش همه‌شو ضبط کرده. واقعا؟ آره. همه رو گرفتم. اورهان
اورهان دخترم عزیزم، خدای شکرت. دخترم زنده است. خدای شکرت. خدایا دوباره دخترم رو بهم برگردوندی. خدای شکرت. ممنونم. داداش چی شده؟ داداش زنده بمون. خواهش میکنم زنده بمون داداش خواهش میکنم. بیا زود باش دیگه. منم میام. چی کار میکنی آقا؟ بیا این کار. اون داداشمه. ولم کن. منم میام. ولم کن. برو خواهش میکنم بذار داداش زنده بمون. کدوم بیمارستان؟ خسته شدم. این مهمت پایین شهری مرده. خدا رحمتش کنه. کاپشنت چقدر قشنگه. جدیده؟ آره جدیده. شکر خدا بالاخره پدرمون پیدا شد. ولی موضوع خونه رو چیکار کنی؟ اون دهن گنده تو ببند دیگه. دخترم تو هم درست بشی. دوباره دور هم جمع شدیم. اورهان پس تو برنده لاتاری نبودی درسته؟ خب راستش من نمیدونم چرا این آدما فکر میکنن که من برنده لاتاری شدم. این برای خودم هم خیلی عجیبه. خیلی مسخره است. خودت گفتی من بردم عوضی. یعنی تو این اتفاقا رو عنوان بدشانسی نمیبینی؟ خب درسته که تمام این اتفاقای بد افتاد و مردم هم از باشه داداش خاموش میکنم. اما در کنار تمام این لحظات بد و چرا خاموش واقعا نظرت همینه؟ بسیار قشنگم به موازاتش دوست با یک فرشته بسیار زیبا بود که من کنارش خوشحالم. خیلی هم خوشحالم. گربه؟ داداش گربه زنده است. خب یعنی ما قاتل نیستیم دیگه. باشه داداش کشتی منو. خاموشش میکنم.